حاج آقا احمدی، من یه استخاره میخواستم. یه انگشت و بعضی وقتا تیغ میبره، یه وقتایی هم کاغذ، اما هیچ زخمی شبیه زخم دیگه ای نیست. من که میدونم این تویی که نمیتونی. من فقط نمیخوام بدونم کی و چی. محمود یه چی میخوام بگم، فقط بی خودی فکری نشی. کدوم کاری بودی تا الان؟ تو ربطی نداره. تو چشمای من نگاه کن. تو نمیخوای باور کنی دوست دارم. این بچه همه چیزه، صداش آرومم میکنه. من جان زندگی خوبی داشتیم. فقط من به یه رویایی تن دادم که ابدا مقصرش خودم نبودم. راهنماییشون کنیم تو حیاط. معروف! چرا به من نگفتی این بچه مریض داره؟ شما نه حلالتون حلاله نه حرامتون حرام. برو بهش بگو بیا تا اون نیاد من پامو از این خونه بیرون نمیستم. مرجان مگه تو به من نگفتی اینو کسی مجبور نکرده؟ گفتی یا نگفتی؟ بابا دستم به منه. مگه من مردم؟ دارم با دست خودم بچه‌مو میکشم به خاطر این. آدم واسه خاطر بچه‌ش هر کاری کنه جا داره. بی مادر، فیلمی از سید مرتضی فاطمی، پخش از بهمن سبز.